سلام، این هفته در آفساید میپردازیم به موجودی که مدت هاست در منطقه آفساید خیمه زده و خیلی وقته که آفتابی نشده. بله، سرتشتک کمر شکسته ای که عکسش روی دیوار تمام کلانتری‌های خاورمیانه به چشم میخوره. حاجی شنگولی که توی این تصویر دیدید در اینجا در واقع آخرین باریه که تونست رقص گانگام استایل بکنه، چون اونطور که از خبرها برمیاد به نظر میرسه که در آخرین مأموریتش در سوریه با یکی از این صحنه ها مواجه شده. استهداف قاعدة ميمدال مع مجموعة عساكر من الميليشيا الإيرانية العراقية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. بعد از اون هم دیگه تصویری ازش مشاهده نشده و گفته میشه که توی بیمارستان بقیت الله تهران بستری شده. علت اینکه تصویری ازش منتشر نمی‌کنند میتونه این باشه که تصاویرش الان مثل روزهای آخر امامش شده که دستش دیگه حتی به سرش هم نمیرسید. از طرف دیگه بسیجیای حیرون و ویرون که بعد از برجام و بعدش هم قطار تابوت‌های پاسدارای ترکیده در سوریه دیگه روحیه‌ای براشون نمونده، تمام امید و سرنوشتشون رو به این پاسدار کمر شکسته گره زده بودن. همچنان که رضا رشیدپور در صفحه‌اش نوشت: با کمال میل و افتخار میگویم که امن ماندن خانه‌ام را مدیون قاسم سلیمانی ها میدانم. او یک شخص نیست، یک فرهنگ است. باز این رشیدپور تو فضای مجازی زر اضافی زد. پشت سر رشیدپور چی گفتی؟ بی معرفت شدی، بی مرام شدی، بی ریخ شدی، بی صفت شدی، بی وجود شدی، اصلا هرچی بی تو دنیا هست شدی. اونجوری هم من نگاه نکن، اصلا از خود دفاع نکن، از خودت هم دفاع نکن. بله، وقتی بسیجیایی مثل این بی وجود تا این حد بادکنک قاسم سلیمانی رو باد می‌کردن، فکر اینجاش رو نکرده بودن که اگر روزی این بادکنک ترکی چه خاکی به سرشون بریزن. به همین دلیل وقتی خبرهای مجروح شدن سلیمانی افشا شد، اول به دست و پا افتادن تا با یک تکذیب خشک و خالی موضوع رو جمع کنن. سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران با تکذیب دروغ پردازی های اخیر رسانه ها گفت سردار قاسم سلیمانی در سلامت کامل و در حال کمک به مقاومت اسلامی سوریه و عراق برای مقابله با تروریست های تکفیری صهیونیستی است. خب از اونجایی که این آدرسی که داد خیلی دقیق بود، در حال کمک به مقاومت اسلامی، یک جایی توی عراق و سوریه و شاید هم لبنان داشته کمک میکرده دیگه. حالا داشته یکی کمک میکرده دوچرخه رو تعمیر کنه، چون میگن که این یارو شاگرد دوچرخه ساز بوده قبلا. به هر حال چون این آدرس خیلی دقیق بود دیگه معلوم شد که همه شایعه بوده و اصلا این داستان کلا جمع شد. سردار سلیمانی هم چیزایی میگن زخمی شده در عراق. میگفتن شهید شده، بعد دروغه دیگه، نباید اینا رو باور کرد دیگه. میگفتن مثلا زخمی شده، نمیدونم با داشتیا چیز شده، ولی نه دروغ بود همش. راجع به سردار سلیمانی مثلا حرفی میزنن، شایعی رو شایعه پراکنی میکنن، همش یه چرت و پرته. یعنی بله، با این حرف تیویریش رو برد توی آفساید جا گذاشت. چون اگر این خبرها شایعه است، به جای اینکه با این بسیجی مشنگ مصاحبه کنن، خب خود یارو سلیمانی رو بیارینش توی تلویزیون مصاحبه بکنه. نشد حداقل یه زنگی بهش بزنن. اینکه یه پاش توی عراق و یه پاش تو سوریه است، دیگه یه تلفن که میتونه جواب بده، ها؟ پس چه باشه مصاحبه نمیکنن؟ چی؟ کردن؟ کجا؟ تو سایت الوقت؟ مصاحبه جدید با عکس جدید؟ کو نشون بده؟ آها، فقط این عکسش که از یک سال پیش توی اینترنت بوده. خب دوباره بسیجی‌ها رو پرپر کردید که. آقا اصلا اینجوری نمیشه، باید یک اقدام عملی جدی انجام داد. اینجا شرق الاوسط راه حلش نشون داده. انتظار می‌رود قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در سپاه پاسداران ایران فردا در دانشگاه بهشتی در برابر دانشجویان سخنرانی کند
تا به این ترتیب گزارش‌های ضد و نقیض درباره مجروح شدنش در حلب را تعیین تکلیف کنند. تمام. یک حضور علنی دیگه این شایعه رو ریشه‌کن میکنه. حالا بسیجیایی که میخواستن تعیین تکلیف بشن همه اومدن ریش تا ریش توی سالن نشستن تا ببینن که این سلیمانی بالاخره زخمی شده یا نشده. این هم نتیجه انتظارش. از دانشگاه شهید بهشتی شروع می‌کنیم. دانشگاهی که میهمانانش آقایان زرقامی و سردار سلیمانی بودند که البته سردار با عذر موجه حضور تو جبهه‌های نبرد علیه تروریست‌های تکفیری غایب جلسه. مهمان ارجمندمون به جمع ما اضافه شد. جناب آقای مهندس زرقامی. آقای مهندس. بله، سر کار. در واقع با این عذر خیلی موجه همه بسیجی‌ها رفتن سر کار. بابا آخه جبهه سوریه که اونجا تو خیابون دربند نیست که بگیم طرف به جای دانشگاه سر رفت اونجا. جبهه سوریه 1000 کیلومتر اون طرفتره. بعد اصلا چرا قرار سخنرانی گذاشت؟ بعد چرا دقیقه آخر لغو شد؟ چی؟ قرار سخنرانی نداشت؟ همین الان تیویریش گفت داشت. کی میگه نداشت؟ علی شیرازی کدوم جونوریه؟ علی شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت اخیراً در برخی از سایت‌ها شایعاتی مبنی بر حضور ایشان یعنی همون سلیمانی برای سخنرانی در روز 16 آذر مطرح شد که کذب است. بعدم گفته سردار سلیمانی اصلاً بنا نبوده که در دانشگاهی سخنرانی کند. اومد ابروی خبر رو درست کنه، زد چشم تیویریش هم کور کرد. یکی میگه قرار داشت، یکی میگه اصلا قرار نبود. چیزی که این وضعیت برای ما ثابت میکنه اینه که قاسم سلیمانی همچنان در بیمارستان قرار داشته که نزدیکترین عکس به وضعیت فعلیش هم میتونه این باشه که بچهای آفساید درستش کردن. به هر حال اگر کسی ردی از سلیمانی داره این تصویر رو براش بفرسته تا گوشی دستش بیاد که توی سوریه الان چه خبره. یک فیلم کوتاه 3 دوربینه از یکی از زاغه‌های مهمات بشار که به تازگی ترکیده. نهایتاً اینکه قاسم سلیمانی الان زنده است یا مرده رو فقط اطرافیانش میدونن. تا جایی که به مردم برمیگرده حرفشون با این پاسدار سرشکسته اینه که اگر جیگر داری بیا بین مردم ایران خودت رو آفتابی کن. قاسم اون رو خود بیار بفرست بیاد. قاسم